بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم که از سلامتی کامل برخوردار باشید به علت مصیبت پیش آمده جهانی که همانا ویروس کشنده جهان کرونا است و جهان را به چالش کشیده و همه مردم به خانه‌شان قرنطینه کرده. پانتون جمعی بر آن شد تا یک سیستم منظم را جهت تدریس آنلاین برای محصلان خویش راه اندازی نماید. از آنجایی که ختم این مصیبت معلوم نیست و زمان زیادتری را احتوا خواهد نمود، نمیتوان منتظر ماند و شما هم میدانید که وقت هم طلاست، طوری که گفته میشه time is gold. باید در هر لحظه از زمان تحت هر نوع شرایط استفاده مثبت نمود و برداشت‌های علمی دنیوی و آخروی خویش باید بیفزاییم. خداوند همه ما و شما را از این مصیبت پیش آمده حفظ نماید و از این امتحان خویش ما را کامیاب و سرفراز نماید. ضمن استدعای دعا از همه تان با آرزومندم که همیشه خوش و صحتمند باشید. خواهش و تقاضای من از شما به حیث مسئول پانزه زراعت این است تا تمام دروس خویش را با استفاده از یوزر و پسورد مربوطه خویش تعقیب نمایید و بر اندوخته های علمی خویش کما فی السابق بیفزایید. مضامینی که شما در سمستر 4 میخوانیم عبارت از مضمون مبادی نباتی، مبادی امراض نباتی هست، مضمون کیمیای عضوی هست، ماشینالات زراعتی هست، مبادی باغداری هست، مبادی جنگلداری هست، لسان انگلیسی هست، مبادی ترویج هست و مضمون ثقافت را داریم. اساتید شما به این سمستر به ترتیب وزیر احمد دوست محمدی است، محمد باقر رحیمی، میثم سرفرازی، غلام حضرت قاسمی، محمد نظیم سکندری، صادق اکبری، محمد حامد خسروی و گلاب الدین عظیمی می باشند. شما در این سمستر 20 کردیت درس داریم و خواهش من به تأکید این است که درس های خویش را روزانه تعقیب نمایید. طوری که گفته شد یکی از مضامینی که به این سمستر میخوانیم مضمون مبادی باغداری یا Principle of Horticulture است. مضمون مبادی باغداری از جمله مضامین اساسی شماست، یعنی شما در سمستر اول، دوم، سوم و سمستر 4 مضامین پوهنتون شمول و مضامین اساسی را میخوانید که سمستر آخرین سمستر است که شما اکثرا مضامین اساسی میخوانید. یعنی در سمستر 5 مضامین شما اکثرا مضامین تخصصی است و شما پیش نیازها و مبادی و اساسات تکمیل کردید. اسم استاد برای تدریس از این مضمون غلام حضرت قاسمی، سمستر 4 تعداد کردیت از این مضمون 3 کردیت است. در مجموع قبلا به شما گفتم که شما در این سمستر 20 کردیت میخوانید. اگر تدریس حضوری در سر صنف می بود شما در هفته 2 روز در حداقل باید 4 ساعت میخواندید. هر مضمون طوری که میدانین یک کد مشخصی را داره که کد از این مضمون به اساس نصاب تعیین شده دپارتمنت اگرونومی ما AG 05429. اهداف آموزشی از این مضمون آشنایی با نباتات و تأسیسات باغبانی هست که اهداف آموزشی آشنایی با نباتات و تأسیسات باغبانی که نباتات مربوط به نباتات باغی می باشه. شما می فهمیم که نباتات باغداری شامل میوه‌جات است، شامل سبزیجات است، شامل گل هاست که اگر ما بیاین هر کدام از اینا طبقه بندی کنیم، دسته بندی کنیم که باز انشالله به مرور در قسمت طبقه بندی نبات همراه شما یک فصل خواهیم داشت که
میوه‌جات باز به طبقه و دستجات مختلف تقسیم میشه که به انواع مختلف میوه‌جات به صورت عموم شامل خسته سنگی هاست که اگر ما خسته سنگی ها رو باز ببینیم که آلو هست، شفتالو هست، زردآلو هست، باز پام فروت ها یا نباتات سیبیر ما داریم که نباتات سیبی یا پام فروت ها شامل ناک و سیب و بیهی و امروت است. باز میوه‌جات خشک ما داریم شامل بادام و شامل جوز است. و همین ترتیب سبزیجات داریم. باز سبزیجات میبینیم که به سبزیجات برگی مثل قشنیز، مثل پالک، مثل گندنه، مثل کاهو یا سبزیجات قدهیر ما داریم. سبزیجاتی که ما از برگ از استفاده میکنیم، سبزیجاتی که از قده یا از ریشی از استفاده میکنیم، مثل ملی هست، لبلبو هست، زردک و شلغم هست و انواع گلها که گلها هم انواع فراوان داره و طراحی پارک ها و چمن ها مربوط به مضمون باغداری میشه که شما انشالله در مضمون باغداری میخونیم. و همچنین تأسیسات باغبانی شما وسایل و ابزار زیاده در قسمت باغبانی دیده باشید که از اون جمله تأسیسات باغبانی میشه که گلخانه باشه، میشه شاسی ها باشه که تأسیسات باغبانی در قالب یک فصل همراه باشه. شما خواهیم خوان روش تدریس از این مضمون روش نظری و روش ساحوی و لابراتواری خواهید بود. در روش نظری شما سلایت های طی شده به خدمت شما گذاشته میشه، PDF از این مضمون هم به خدمت شما قرار داده میشه و کارهای ساحوی و لابراتواری انشاءالله در زمان رفع مصیبت در ساحات و لابراتوارها همراه شما خواهیم رفت و بازدید نمایید. منابع و کتب هم در قسمت مبادی باغداری زیاد هست که شما میتونید از این منابع استفاده کنید. کتابخانه در پوهنتون وجود داره، کتاب‌های در قسمت باغبانی که اگر خواسته باشید معلوماتی زیادتری کسب کنید میتونید از کتابخانه به دست بیارید. این مضمون انشاءالله در سمستر بهاری سال 1399 همراه با شما پیش خواهیم برد. روش و متد تدریس از این مضمون طوری که قبلا گفته شد ارزیابی دروس گذشته به طور مختصر و ارائه لکچرنوتی که قبلا طی شده به خدمت شما قرار داده میشه. ما از لکچرنوتی که به دست ما هست آمادم خلاصه در قالب هزی پاورپوینت ساخته و به خدمت شما تقدیم کنیم. که تو ساختن لکچرنوت است که نکات کلیدی لکچرنوت ما آمادم برداشت کردم از داخل لکچرنوت و نکته به نکته موضوعات مهم و کلیدی به خدمت شما توضیح خواهیم داد و در قسمت اخیر ساعت نکات مهم و برجسته از این درس به دوباره ارزیابی خواهیم داد. برای پاسخ به سوالات شماست از هر طریقی که میتونیم همراهم تماس بگیریم. من در خدمتم، میشه از طریق پیام باشه، میشه از طریق گوشی باشه موبایل، میشه از طریق تلگرام باشه. سوالات خود همراه من شریک بسازیم و قسمت حل از اون کوشش میکنیم. انشالله ریفرنس های علمی هم برای شما برای علاقه‌مندانی که بیشتر میخوان مطالعه کنن تهیه دیدم و این رفرنس ها در قالب یک سلاید خدمت شما ارائه خواهیم داد. ایجاد شرایط مناسب کار عملی در مزرعه هست که در زمان مناسب کارهای ساحوی و کارهای لابراتواری برای شما خواهیم داشت. در این زمینه بازدیدهای از مرکز انکشاف باغداری، تحقیقات زراعتی
امتحان خواهیم داشت و فعالیت های عملی در لابراتوار خود مرکز انکشاف باغداری فرمت حیوانات زراعتی امتحان خواهیم داشت و در این قسمت روش های اندازه‌گیری یا تشریح کیمیایی میوه‌جات مثل pH، مثل پرکس، مثل توتال سولوبال سولید یا مجموع مقدار مواد جامد در مایع، سیتریک اسید ها که در اکثر میوه‌جات یک فاکتور خیلی مهم است که باید اندازه گیری شود و تشریح فیزیکی میوه‌جات شامل برگ، شامل گل، شامل میوه که چه بسا میوه‌جات تشریح می‌کنند. پیش نیازها در این مضمون تکمیل کورس مبادی باغداری و تهیه لکچر نوت با معیارهای تحصیلات عالی طبق کریکولم. تمام لکچر نوت هایی که بر اساس شما قرار میگیره بر اساس معیارات تحصیلات عالی یا مفرداتی که توسط کلسترهای پازه‌ای های زراعت در سطح وزارت تحصیلات عالی ترتیب میشه از همان پیروی میکنه و این لکچر نوت به دست شما قرار داده میشه. صفت عزیب نزد ما هست، همراه شما شیر میکنن و هارد کپی از این مضمون میشه از انتشارات وامق داشته باشن. شرح از این مضمون آشنایی محصلین با نباتات و تأسیسات باغبانی است که قبلا نباتات باغبانی را هم به شما گفتم که نباتات باغبانی شامل میوه‌جات است، با میوه‌جات به چندین دسته تقسیم شده و سبزیجات است، سبزیجات می‌بینیم به چندین دسته تقسیم شده، میوه‌جات خشک است. تأسیسات باغبانی هم خیلی زیاد هست که از آن جمله میشه گلخانه ها نام ببریم، گلخانه ها انواع مختلف گلخانه ها خود شما میخوانیم، شاسی خار میخوانیم، میت های ساحر میخوانیم. افزایش سطح دانش علمی و عملی شما در قسمت میوه‌جات افزایش خواهید یافت. در قسمت ارزیابی مضامین در سمستر متفاوت از سمسترهای دیگر خواهد بود. ما احتمالاً 20% امتحانات نداشته باشیم، احتمالاً در آخر سمستر از 80 نمره یا بیشتر از این یا کمتر امتحان فاینال داشته باشیم. حضور در سن اگر حضوری باشه 5 نمره، کویزهای صنفی 5 نمره، پروژه صنفی هم 10 نمره. به این قسمت اگر ما بیم 20 نمره به پروژه های صنفی و فعالیت های ساحوی و لابراتوری اختصاص بدیم و 80 نمره امتحان فاینال خواهیم گرفت. امتحان وسط سمستر احتمالاً که 20 نمره هیچ بشه، میان از 80 که در فاینال و 20 نمره در قسمت فعالیت های صنفی و فعالیت های ساحوی لابراتوری اختصاص داده بشه. همانطوری که میدانید امتحانات وسط سمستر 8 هفته بعد از شروع سمستر که وسط سمستر نخواهیم داشت، شامل 20 نمره کمتر یا بیشتر خواهیم داشت و حداقل 20 نمره باید امتحانات وسط سمستر داشته باشه. در امتحان نهایی بعد از اینکه ما 16 هفته تایید میکنیم، از شروع هفته اول 16 هفته تکمیل شده بعد امتحان نهایی خواهیم داشت و امتحان نهایی ما احتمالاً که 80 نمره از این مضمون داشته باشه. در قسمت چگونگی امتحان شما بهتر میفهمید که امتحانات تحریری هست، امتحانات عملی هست. مضامینی که کارهای عملی و لابراتوری و ساحوی داره، حتما امتحان عملی هم ما خواهیم داشت. در قسمت طی سوالات ما سوالات تشریحی داریم، 4 جواب داریم، جواب کوتاه داریم، تعریف ها و اصطلاحات داریم. در قسمت منابع و مآخذ همونطور که من قبلا گفتم، منابع و مآخذی که مربوط به مبادی باغداری هست برای شما رفرنس ها تهیه خواهیم کرد، در قالب یک سلاید خدمت شما ارائه خواهیم داد و همچنین کتاب هایی که ما در کتابخانه پانتون جامی داریم مربوط به پانزه زراعت هست. بیشتر از 500 جلد کتاب فعلا ما در
کتابخانه خود داریم و از همه شما در این زمینه تقاضامندم که از این کتاب ها استفاده کنین، به کتابخانه سر بزنین، کتاب های مربوطه بگیرین، قسمت های مختلفی که علاقه داریم، نیاز دارین بخونیم و برداشت های علمی خیش بیافزاییم. روش تدریس طوری که گفتم لکچر است. همین لکچر که قبلا شکل PDF بس شما قرار خواهیم داد، پرسش و پاسخ و بس هست که اگر شما پرسش های داشته باشید میشه همراه من تماس بگیرین و به خدمت شما خواهیم گذاشت. کورس‌های صنفی، پروژه های صنفی خواهیم داشت. هر یک از اساتید هم قسمی که معسلین وجایبی دارند، معسلین مکلفیت های دارند، اساتید هم بیش از معسلین وجایب مکلفیت های خیش دارند که باید آن را اجرا کنند. در دسترس قرار دادن برنامه درسی مطابق با مفردات دیپارتمنت که قبلا تهیه شده به خدمت شما قرار داده میشه. ارائه ماخذ و منابع برای مضامین مختلف که باید منابع ماخذ تهیه بکنه، نظارت و بررسی فعالیت‌های صنفی و کارهای خانگی معسلین که باید تعقیب بکنه. مکلفیت‌های محصل حتما باید شما تعقیب بکنه مضمون خویش را. حضور فعال در اگر صنف باشه باید در صنف داشته باشیم. حالا که سیستم آنلاین روزانه به طور روتین باید درس‌های خویش را تعقیب بکنید. یعنی جمله وجایب و مکلفیت های خودتان است. مطالعه موضوعی روزانه درس است. درس نمونین که زیاد بیش شما بمانه. 7 بار باید درس خویش را بخوانین. اگر در شب امتحان نگاه بدارین یا در آخر سمستر نگاه بدارین حتما شاید سر شما سنگین میشه، شما چانس میخوریم، شما نکس میشیم، شما دراب میشین. و تاکید ما است که درس‌های خویش روزانه بخونید. شرکت در مباحث و مناقشات علمی در صنف، تهیه کارهای خانگی و ارائه آن، کنفرانس های صنفی در صورتی که نیاز هست، کنفرانس های صنفی داده میشه برای شما که باید تهیه بکنید. امکانات و چگونگی استفاده از منابع. ما یک کتابخانه نسبتاً غنی در پانتون داریم. در قسمت 15 زراعت هم ما منابع و کتاب های وجود داره که شما باید حتما از آنها سر بزنین. کتاب ها باید برای شما داده میشه که یک هفته نزد شما باشه و از کتاب ها استفاده کرده دوباره پس به کتابخانه تحویل بدیم. لکچر نوت به صورت هارد کاپی و سافت کاپی به دسترس شما قرار داده میشه که قسمت هارد کاپی از این میشه از نشرات داشته باشیم، قسمت سافت کاپی از آن شکل PDF به دسترس شما قرار میدن. و در قسمت استفاده از اینترنت شما میتونین که به اینترنت هم سرچ بکنیم موضوعات خیلی فراوانه در قسمت باغداری، در قسمت میوه‌جات و سبزیجات و نباتات زینتی و میوه‌جات خشک در اینترنت وجود داره. میشه معلومات خویش را افزایش بده. طوری که من قبلا گفتم هر مضمون مفردات درسی تعیین شده داره که توسط وزارت تحصیلات عالی تعیین شده و به تصویب رسیده که این مفردات درسی عنوان به عنوان باید ترتیب بشه طبق مفردات درسی تعیین شده و تدریس بشه به محصلین. در فصل اول از این مضمون پیدایش باغبانی میخونه که از کجا آغاز شد باغبانی، چی قسم آغاز شد، شاخه های اصلی باغبانی که قبلا هم گفتم مثل میوه‌جات است یا میوه‌کاری که باز میوه‌جات به دستجات مختلف به گروه های مختلفی تقسیم شده، سبزیجات است، گل است، فضای سبز است. اهمیت اقتصادی محصولات زراعتی هست، محصولات باغبانی که چی اهمیت نباتات باغبانی میتونه داشته باشه از لحاظ ارزش غذایی. محصولات باغبانی چقدر با ارزش ویتامین ها، پروتئین ها در نباتات باغبانی وجود داره.
تامین فضای سبز و زیبای محیط زیست. از نباتات باغبانی ما میگیم فضای سبز و محیط زیست سرسبز و شاداب می‌دارد. محیط مناسب جهت انجام عملیات و آزمایش علمی. در قسمت تحقیقات و آزمایش‌های علمی یک فضای خیلی مناسب نباتات باغبانی هست که به قسمت‌های مختلف میوه‌جات، سبزیجات میشه تحقیقات علمی طرح و دیزاین و تحقیق نمود. خصوصیات عمده این نباتات باغبانی میخوانیم که چی خصوصیات نباتات باغبانی میتونه داشته باشه. یعنی در فصل اول بیشتر روی از این کلیات همراه شما بحث میکنین و رفته فصلهای بعدی موضوعات اساسی تر و تخصصی تر خواهد شد. در فصل دوم طبقه بندی نباتات باغبانی میخوانیم. ما گفتیم که نباتات باغبانی شامل میوه‌جات است، سبزیجات است، گل ها است، فضای سبز و چمن است. بعد اینا طبقه بندی میکنن که میوه‌جات به چی دستجات تقسیم شده، سبزیجات به چی دستجات، به چی روش ها، به چی اساسی اینا تقسیم بندی شدن. طبقه بندی بر اساس درجه حرارت است. نباتات داریم که در فصل سرد کاشت میشه، نباتات داریم که در فصل گرم کاشت میشه، نباتات داریم که اصلا درجه حرارت به درجه حرارت بی‌تفاوته. طبقه بندی از نظر عادت رشد و ماهیت ساقه هست. بعضی میبینیم که ساقه‌های علفی داره، ساقه‌های خزنده داره، بعضی میبینیم ساقه‌های خشبی داره یا ساقه‌های چوبی داره یا ساقه‌های هموار داره یا ساقه‌های استوار داره. طبقه بندی بر اساس دوره استراحت. بعضی از نباتات میبینیم که بعد از فصل رشد و نمو سرسبزی و میوه و اینا یک دوره استراحت دارن. نباتات بگریزن، برگ از اونا میرزه، خزان میکنه، بعد در زمستان به استراحت میرن. یا بعضی از نباتات باغی میبینیم که همیشه سبزن، یعنی به طول سال سبزن، یعنی هیچ وقت خزان نمیکنن. طبقه بندی کاتگوری های مختلف نباتات باغبانی هست. طبقه بندی میوه ها هست، طبقه بندی سبزی ها هست، طبقه بندی نباتات زینتی هست، طبقه بندی نباتات متفرقه است. در فصل سوم ساختمان و تأسیسات و تجهیزات و ابزار باغبانی میخونن، گلخانه میخونن، شاسی ها میخونن، طبقه بندی های گلخانه میخونن که گلخانه به چه اساسی طبقه بندی شده، سکوها میخونن یا همون تختایی که در داخل گلخانه ها ساخته میشه. عوامل محیطی که در گلخانه نقش داره و روش‌های کنترل از مثل درجه حرارت، مثل رطوبت، چه رسم ما درجه حرارت، رطوبت و نور و روشنی اینا کنترل بکنیم. ظرف‌های کاشت، انواع گلدان‌های، سینی‌های کاشت، محیط‌های کاشت، مواد عضوی، کودهای نباتی و کودهای حیوانی، ابزارهای باغبانی که چین ابزار در باغبانی استفاده میشه. همچنین در فصل چهارم ازدیاد یا تکثیر نباتات باغبانی خودش میخوانه که نباتات باغبانی به چه قسم تکثیر میکنن. تکثیر به وسیله بذر، چی مزیت‌ها و مفیدیت‌ها و نواقص داره. تکثیر غیر جنسی هست که از طریق قلم‌ها و از طریق پیوند اینا میشن و روش‌های تکثیر غیر جنسی است. و در فصل پنجم احداث نالستان یا قوریه برای تأسیس باغات است که ما چه قسم یک قوریه، یک نالستان برای ایجاد، برای تأسیس باغ‌های آینده احداث نماییم. در فصل ششم احداث باغ‌ها است که به چه روش ما باغ‌ها احداث بکنیم. روش‌های کاشت درختان میوه هست که به چی روش بهترتر و روش مطمئن‌تر و روشی است که بازدهی بیشتری داره، مثل روش مربعی، روش مثلثی، روش زوزنقه‌ای. روش‌های متفاوته دیگه. مدیریت باغ است که چه قسم از کاشت و داشت و برداشت میوه ما مدیریت بکنیم. در فصل هفتم پرونینگ یا شاخه‌بری یا اصول و تربیت و شاخه‌بری نباتات باغبانی داریم که یکی از تکنیک‌های خیلی مهم در باغبانی شاخه‌بری و تربیت درختان میوه هست. روش‌های مهم تربیت درختان میوه که از چه روش‌های
ما درختان میوه بهتر است که تربیه کنیم اوپن سنتر باشه یا روش چتری باشه یا روش های دیگر برای شاخه شاخه بروی داشته باشید. در فصل 8 که آخرین فصل است ما به قسمت هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد در میخوانیم که این مواد تنظیم کننده رشد به مقدارهای خیلی اندک در قسمت برگ های جوانه های اولی خود نباتات بخصوصا در قسمت درخت ها و میوه‌جات ساخته میشه و در قسمت هایی که هورمون نیازه از آن استفاده میشه که هورمون ها شامل اکسین هاست، جبرلین هاست و در قسمت آخر نتیجه گیری کلی از این مضمون خواهیم داشت. این جلسه به این قسمت ختم میشه. انشالله به جلسه بعدی در قسمت شروع و مقدمه نباتات باقی همراه شما بحث خواهیم نمود. موفق و کامگار باشید.